سلام علیکم برادران و خواهران عالی قدر. بسیار سوال ها شد که برای چی اینقدر معاش کم است. شما نشان دادید معاش کم. بعضی آدما ما را گفتن که 200,000 کار کردن ممکنه، 300,000 کار کردن ممکنه. من از شما احترامان خواهش میکنم که 200,000 300,000 اچات نکنید. البته ضرر میکنید برای اون که اینجا حاضر ساعتکی های ساعتش 9.5 فونت 7-8 ساعت کار میکنید. اگر دیگه فرمه غلطید که ساعتش کم باشد، با البته کمتر کار میکنید. اگر که شما سلامتی به قوت داشته باشید، سلامتی بردوام داشته باشید، شما کسل نشده باشید در حیاتون، استج کاری سیلز که خزیه است و یعنی دهقون داشته باشید، بیاید. البته اینجا نقص کار میکنید. نه که آدمایی که خرنیش که زبالیوانی دارن، کسلی های کونه دارن، یعنی اینکه دل، گرده، جگر، مثال گاب یگون کسلی های دیگه دارن، التماس خواهش کرده می شود که احترامان خواهش میکنیم که سلامتی هاشون احتیاط کنن، نبیاین. ما گفته میتونم که به پرگی نبیاین، چون که اینجا روزی دراز کارای به پا می استید. روزی دراز هیچی وزنی برداشتن نمیکنید، نمی بردارید و نکی روزی دراز هم خیلی راستا می استید. پاقتی میسید یا سیب جمع میکنید یا کلوبنیک یا گل میگیرید یا گل جمع میکنید. برای همو کسایی که کونه بود پیش بود هوای دوباره رو میزنن. برای همو از شما احترامان خواهش می‌نمم که پیش از اومدن یک بار سلامتی ها رو نگاه کنید. اینجا هم خیلی چیزا بود که اومدن کسل شدن، بچه ها بسیار وزنی شد. برای همین فهمیدن برومدن که پیش کسلی داشته، کسلی که نبوده بود اینجا روز ده. اگر یگون سوالو میشد، اگر یگون نفهمایی میشد، حتما نویسید در کامنتاری، ما وقت میابم جواب میدم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.